قدرتمندترین آدمای تنها. آدم تنها نه وابسته است نه دلبسته. آدم تنها نه از رفتن کسی میترسه نه بابت رفتن خودش دو دل میشه. آدم تنها بدبخت و تلخ بخت نیست، چون معنای واقعی آزاد بودن رو تجربه میکنه. تعجب میکنم از فرار آدما به سمت جمعیت. تعجب میکنم چون فرار کردن از تنهایی مساوی با وابستگی و در مرحله بعدش دلبستگی. آدمی که وابسته و دلبسته است به هیچ عنوان آزاد قطعی و حتمی نیست. وابستگی و دلبستگی روزی به پایان میرسه. با این پایان چی به سر آدم میاد؟ آدم میشکنه. آدم روح مرده و بیجون میشه. و آیا چنین نتیجه خوبه؟ قطعا خیر. برای همینه که میگم آدم تنها قدرتمند، آزاده. قدرت داره چون طعم جدایی و غم و مزه نمیکنه. آزاده چون هرگز اسیر مرور خاطرات نمیشه. مرور خاطراتی که روزی شیرین بودن اما الان تلخ ترین خاطرات. لحظات کمی کمتر از تنهایی فرار کنین. لطفاً کمی بیشتر به تنهایی خودتون احترام بذارین.